صبح شده. سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو. خب بریم اول یه آب به صورتمون بزنیم، به خودمون بیاییم. الان به خودم اومدم. داخل یخچال چی داریم؟ مثل همیشه هیچی. اشکال نداره، بریم طبقه پایین. راستی بهتون نگفتم که امروز قراره بریم عروسی. کیفام داشت یادم میرفت، برم کیفامم بردارم. خب حالا بریم زیر زمین. اینجا رو هم ببندیم که دزد نیاد یه وقت. حالا بیادم اشکالی نداره، چیزی نیست. در چرا بازه؟ اشکال نداره. حالا بریم پایین. از اینجا زره هامونم برداریم با غذا. خب خوشتیپ شدم نه؟ اگه خوشتیپ شدم ساب کن، اگه نشدم هم ساب کن. خب این شستا رو بذاریم کنار. رمزم هم که عمرم به فکر کسی برسه. میبینید چقدر سخته؟ همه این درها به خاطر خوشتیپی صورت من باز میشه. این درم که رمزش به شدت خشن سخته. حالا اینا رو برداریم. میدونم زیاد نیست ولی حالا کار رو اندازه. حتما الان دارید میگید که آقا جریان چیه؟ داداش تو داری چی کار میکنی؟ من چرا باید تو رو ساب کنم؟ همونطور که میدونید زنم شراره بهم خیانت کرد. من نتونستیم چای بخوریم. واسه همین ازش جدا شدم. بعد رفیقم چند روز پیش بهم خبر داد که شراره داره ازدواج میکنه. منم دارم میرم عروسیش که ببینم اون مرد خوششانس کیه. برای دیدن ادامه داستان لایک این ویدیو رو به 500 تا برسون. برای ویدیوهای بیشتر عدد 999 رو کامنت کن.